سلام، خوش اومدی به ویدیو یوتیوب من. تویی که داری این ویدیو رو نگاه میکنی امیدوارم حالت خوب باشه. اگرم حالت خوب نیست میخوام اینو بدونی هیچ چیز تو این دنیا ثابت نمیمونه، دیر یا زود حالت بهتر میشه. آقا من امروز گول ظاهرم رو نخورین. صبح که از خواب بیدار شدم انقدر حالم بد بود که دلم میخواست برم توی یه اتاقی در رو خودم ببندم، چراغا رو خاموش کنم و فقط بخوابم. دیشب تا صبح درست نخوابیدم، یعنی در پایین ترین حالت ممکن بودم. از اون وقتایی که از زندگی متنفری، اصلا دلت نمیخواد چشاتو باز کنی. ولی شاید برای اولین بار تو زندگیم اون تداومی که توی یه کاری باید حفظ بشه رو امروز حفظ کردم و به خودم گفتم هر چقدر حالت بده بلند میشی، آماده میشی، میری و ویدیو یوتیوبتو میگیری. هرگز اینجوری نبودم تو زندگیم، یعنی عوامل بیرونی روی من خیلی تاثیر میذاره، خیلی. یعنی هر چقدر یه کاری رو دوست داشته باشم، وقتی حالم بد باشه، وقتی یه اتفاقی اون بیرون بیفته که اذیتم کنه، یه اتفاق باشه، یه آدم باشه، یه موقعیت باشه، من فلج میشم. و همیشه میدونستم که این یه ضعف منه و همیشه شنیده بودم، خونده بودم از آدمای موفق که تو باید دیسیپلین داشته باشی اگر میخوای توی یه کاری موفق باشی، نه اینکه نیاز به انگیزه داشته باشی، چون انگیزه یه روز هست یه روز نیست. ولی اگه تو میخوای به یه هدفی برسی، توی یه راهی بری و در جا نزنی، هر اتفاقی اون بیرون بیفته تو باید دیسیپلینتو حفظ کنی و کارتو انجام بدی و استمرار داشته باشی، چیزی که من خیلی توش ضعف داشتم. اما امروز به خودم گفتم هر چی که هست، هر اتفاقی افتاده، هر وضعیتی که داری، هر موضوعی که رو مخته، پاشو آرایش کن، یه لباس خوشگل بپوش. حالا شاید نظر شما نه آرایش من قشنگ باشه نه لباسم خوشگل باشه ها، صرفا نظر خودم دارم میگم. برو و ویدیو تو بگیر. تو باید اون حسی که نیاز داری و از درون داشته باشی. اگه بخوای همش وابسته به عوامل بیرونی و آدمای بیرونی و وضعیت‌های بیرونی باشی، هیچ وقت نمیتونی تو هیچ چیزی مستمر فعالیت کنی. و به اینم فکر کردم که من کلا خیلی میونه خوبی با آرایش کردن ندارم. وقتی آرایش میکنم دو حالت داره، یا یه ذوقی دارم، یه جایی میخوام برم، یا اتفاقا حالم خوب نیست مثل امروز. و فکر کردم که خب اگه الان من این توضیح رو نمیدادم شاید شما فکر میکردید که اتفاقا من امروز خیلی حالم خوبه، خیلی خوشحالم، در حالی که کاملا برعکسش بوده. یعنی این چیزی که الان میبینید، این آدمی که به نظر فرش میاد، اتفاقا به زور از تخت خوابش اومده بیرون، آماده شده و الان اینجاست. پس کلن گول ظاهر هیچ کسی و هیچ تصویری رو نخوریم. پس همه این آدمایی که ما داریم توی فضای مجازی میبینیم که ممکنه حسرتشون رو بخوریم، میتونه پشت اون ظاهر جذاب و شاد و پر انگیزشون دقیقاً یه همچین چیزی باشه، یه غم، یه ناامیدی، یه بی‌حوصلگی که تبدیلش کردن به یه محتوای جذاب. و این البته خوبه برای اون آدم که جا نزده و بده برای ما اگه بخوایم گول بخوریم و فکر کنیم که غیر از ما بقیه آدما همیشه شاد و خوشحال و با انگیزن. انگیزه پیدا کردن خیلی کار سختیه، یعنی هر روز انگیزه داشتن به نظر من اصلا ممکن نیست. یعنی شما در بهترین حالت ممکن هم که باشید، حداقل برای زنها یک روزهایی در ماه که نزدیک پریودتونه و دوران پریودتونه، هورمون‌ها نمیذارن که شما با انگیزه باشید. پس اون چیزی که میتونه دست ما رو بگیره انگیزه نیست، دیسیپلینه. این که بگم آقا هر اتفاقی بیفته من میخوام از اینجا برسم به اینجا و باید تمام تلاشمو بکنم که در هر شرایطی، در بی انگیزه ترین و ناامیدترین حالت ممکنم از جام بلند شم. بازم نمیخوام از این حرفای انگیزشی رو مخ و بی‌رحمانه بزنم. آقا یه وقتی هم میشه که اصلا نمیشه، یه وقتی هم میشه که روز اول پریودته، یه وقتی میشه که حالت از همه چی به هم میخوره، اصلا نمیتونی هیچ کاری کنی. ولی نباید بذاریم این بشه روتین قالبمون که تا یه عامل بیرونی اومد زد تو سرمون ما هم فوری بیفتیم و بگیم که وای تا سرم خوب نشه، تا پانسمانش نکنم امکان نداره دیگه به زندگی برگردم. نه، الان تو بزرگسالی اینو دارم میفهمم که اون چیزی که ما برای
ادامه نیاز داریم همش اینجاست. هیچ کس و هیچ چیزی نمیتونه همیشه به تو انگیزه بده. هیچ کس، هیچ چیز، هیچ موقعیتی. و کاشکی آدمایی که بچه دار میشن اینو از بچگی به بچهشون یاد بدن که توی این دنیا فقط خودتی و خودت، عاشق خودت باش، همه چی و همه انرژی ممکنه از خودت بگیر، چون اون بیرون یه روز یه کسی هست، یه روز نیست، یه روز یه چیزی هست، یه روز نیست. وابسته به عوامل بیرونی نباش برای اینکه زندگی کنی. و این اصلا به معنی خودخواهی هم نیست، چون آدمی که یاد بگیره خودش رو دوست داشته باشه و به خودش متکی باشه اتفاقا میتونه دوست خوب، همسر خوب، مادر خوب، پارتنر خوبی هم باشه و به دیگران هم عشق بده. اتفاقا وقتی که انقدر متکی به کسی یا چیزی هستیم برای اینکه حالمون خوب بشه، یعنی خودمون رو دوست نداریم. بگذریم آقا، من اصلا یه در مورد چیز دیگه میخوام حرف بزنم، ولی خب چون امروز اینجوری از خواب بیدار شدم و اینجوری اومدم اینجا، احساس کردم واقعا دارم میخواد اینو با شما هم به اشتراک بذارم، شاید به درد کسی بخوره. چیزی که میخوام در موردش حرف بزنم اینه که من از بعد از گذاشتن اون ویدیویی که در مورد این حرف زدم که دلم برای ایران تنگ نشده، یه عذاب وجدانی گرفتم و گفتم که نکنه آدمایی که این ویدیوی منو میبینن، مخصوصا اون کسایی که دوست دارن مهاجرت کنن، مخصوصا اون کسایی که دلشون میخواد از ایران بیان بیرون، نکنه با دیدن ویدیوهای من حسرت بخورن، دلشون بسوزه، نکنه من در واقع به آدما پوز دادم. من توی اون ویدیو گفتم که الان توی این روزای زندگیم 1000 تا چالش دارم، 1000 تا مشکل دارم، ولی در کل راضیم از مهاجرت و اصلا دلم برای ایران تنگ نشده. از اینکه این حرفو زدم ناراضی نیستم، چون به نظر من ما باید این شجاعت رو داشته باشیم، ماهایی که یه همچین حسی داریم و بیایم ما اینو به اشتراک بذاریم. همونجوری که فضای مجازی پر از ویدیو از آدمایی که همش دارن میگن وای مهاجرت نکنید، هیچی خونه خودتون نمیشه، نمیدونم مهاجرت یه سرابه و نمیدونم میای اینجا میبینی همه چی چقدر بد، مردم چقدر سردن، از صبح تا شب باید کار کنی، هیچ وقت شهروند حسابت نمیکنن، همیشه تو سرت میزنن، همیشه تو یه غریبه‌ای، نمیدونم هیچی اون غذای خونه خالت و مامانت و عمت نمیشه، هیچی اون روابط فامیلی و دوستی تو ایران نمیشه. اینا همونجور که اونا حق دارن بیان این تجربه رو به اشتراک بذارن، آدم مثل منم حق داره و بیاد و بگه که دلش برای ایران تنگ نشده. از اینکه اینو گفتم پشیمون نیستم، ولی بعد به این فکر کردم که نکنه دل کسی رو آب کرده باشم که اونم نگاهش مثل منه، ولی این فرصت به هر دلیلی براش ایجاد نشده که بتونه از ایران بیاد بیرون، یا اون آدمایی که عاشق آمریکان و به هر دلیلی نتونستن بیان یا فکر میکنن نمیتونن بیان. حالا این عذاب وجدانه باز نشستم بررسیش کردم که واقعا چقدرش درسته، چقدرش ناشی از گره های روانی مغز خود منه، چقدرش ناشی از تربیت خانوادگی و اون فرهنگی که اجتماع خورونده به من از بچگی، و اینکه اصلا ما تا کجا باید خوشی هامونو به اشتراک بذاریم، مخصوصا الان که یه چیزی مثل فضای مجازی است و ما مدام داریم همدیگر رو میبینیم، سبک زندگی همدیگر رو میبینیم، خوشی‌های همدیگر رو میبینیم، دغدغه‌های همدیگر رو میبینیم، تا کجا باید به اشتراک بذاریم؟ من خودم شخصا یه آدمی شدم از یه جایی به بعد که به این نتیجه رسیدم که دلم نمیخواد که روابط خصوصی، موفقیتام، زمانی که دارم تلاش میکنم تا به یه موفقیتی برسم، خاطرات خیلی خوبم با این پرنده ها دارن دعوا میکنن، به این نتیجه رسیدم که نباید به آدم ها بگم. حالا برداشت من اینه که همه آدما انرژی خوبی ندارن که بخوان زندگی تو رو با جزئیات ببینن، ولی میدونم که این اصلا نظر علمی هم حالا ثابت نشده و این صرفا یه حس منه ها. برای همین کلا اونجوری نیستم که بخوام همه چی رو به اشتراک بذارم، یعنی حتی تو دنیای واقعی هم من با همه چی رو به اشتراک نمیذارم دیگه، چه برسه به دنیای مجازی. اما از این طرف هم میگم که خب اینکه ما همش هم بخوایم بگیم که چیزایی که دوست داریم و بیان نکنیم و به اشتراک نذاریم چون ممکنه یکی حسودی کنه، یکی دلش بخواد، اینم جالب نیست. یه جورایی میشه مثلا شبیه این جامعه های کمونیستی که همه باید مثل هم زندگی کنن، هیچکی نباید هیچی بیشتر از بقیه داشته باشه، که درست نیست. تو هر چی داشته باشی،
هر چقدر زیبا باشی، موفق باشی، ثروتمند باشی، همیشه کسی هست که از تو زیباتره، موفقتره، ثروتمندتره، خوشحالتره. پس اگه این حس حسادت رو به هیچ عنوان ما کنترل نکنیم و همش این پیامو بدیم که هیچی نگو، هیچی نشون نده، چون ممکنه یکی دلش بخواد یکی حسودی کنه، به نظر من این روش مناسبی نیست. چون ما باید یاد بگیریم که چون همه ما حس حسادت رو داریم، همه ما حسرت میخوریم، همه ما یک چیزهایی هست که نداریم و در دیگری میبینیم، ولی اگه بخوایم اینقدر این حس حسادتمون رو ول بدیم و در واقع هیچ افساری بهش نزنیم خوب نیست. چون حسادت خانه خراب کنه، هم خونه خودمون رو خراب میکنه اگر تحت کنترل نگیریمش، هم خونه بقیه رو. پس اینم نمیتونه به نظر من درست باشه که آقا هیچی رو شیر نکن چون ممکنه بقیه دلشون بخواد. خب همیشه بقیه دلشون میخواد، همیشه منم یه چیزایی رو دلم میخواد. صحبات از اون طرفم من خیلی مثلا حال نمی کنم شو آف کنم و ببین یه وقتایی یه محتواهایی میبینی تو فضای مجازی و واقعا خیلی واضح و مبرهنه که اون آدم یه چیزی به دست آورده یا حداقل از نظر خودش اون یه دستاورده و دقیقاً داره میکنتش تو چش بقیه و همش میخواد بگه ببین من چقدر خوبم، ببین من چقدر خوشبختم. و شاید اصلا یه مخاطبای خاصی هم داره، یکی تو فامیل، یه دوست، یه چیزی. مثلا چه میدونم دیدین این دخترایی که عروسی میکنن تا 6 سال دارن فیلم ها و عکس های عروسیشون رو میذارن چون که به نظرشون ازدواج یک دستاورده، مخصوصا اگه شوهر پولدار تور کرده باشن، یا مثلا اون کسی که حالا به هر دلیلی از یک شرایط معمولی مالی رسیده به یک شرایط بالا و حالا دیگه همه محتواش تاکید روی اینه که به آدمای دیگه بگه ببینید من پول دارم. یا مثلا آدمایی که زیبا هستن واقعا و محتواشون هم دیگه هیچ چیزی جز ارائه حالا جذابیت‌های ظاهریشون نیست. مثلا این سلیقه شخصیه ها، اصلا من ربطی نداره، ولی من با این حجم از شو آف خودم حال نمی کنم. اما از اون برم میگن که خب تو کجا میتونی بگی مثلا لیمیتش کجاست که بگی مثلا تا اینجا اگه ما شیر کنیم زندگیمون رو عیبی نداره، بقیه باید حسادت خودشون رو کنترل کنن، از اینجا به بعد شو آفه. خب شو آف هم میتونه برای هر کسی معنی خاص خودش رو داشته باشه. اون بلاگری که به نظر من داره شو آف میکنه ممکنه از نظر یه آدمی دیگه زندگی عادیشو داره نشون میده و اصلا این شو آف نیست. نمیدونم، خود منو گیج میکنه این موضوع، واسه همین هر وقت یه چیزی رو به اشتراک میذارم سردرگم میشم و مثلا بیش از حد فکر میکنم به اینکه وای کار اشتباهی کردم، وای درسته، وای مثلا بیش از حد شیر کردم، وای الان دل یکی میسوزه. البته یه چیز بگم، این نتیجه تربیت خانوادگی و اجتماعی هم هست. توی ویدیوی دیگه هم گفتم، ویدیویی که آنباکسینگ گرین کارت هم انجام داده بودم، چون اونجا هم از وجدان گرفتم. خیلی کامنت گذاشتن که وای خوش به حال تو، مثلا کاش این لحظه رو ما هم تجربه می‌کردیم، گرین کارتمون رو می‌گرفتیم. باز من اونجا از وجدان گرفتم. بعداً تو اون ویدیو هم گفتم که من 60 ام، ما تو مدرسه بهمون میگفتن موز نیاری، توت فرنگی نیاری، یکی دلش میخواد. خب اینا حتما روی من تاثیر گذاشته. یا مثلا من یه خاطره ای دارم، من مطمئنم این حالت خودم که هی نگران میشم بقیه هم دلشون بخواد ریشه تو تربیت خانوادگی من داره. وقتی که داشتم این می نوشتم چیزایی که میخوام بگم توی این ویدیو، یاد یه خاطره افتادم. من کلاس اول دبستان بودم، بعد یه دوستی داشتم توی مدرسه که مادرش توی یه داروخونه کار میکرد نزدیک مدرسه ما و مامان من با مامان این دختره دوست شده بودن یه ذره و اینا. واسه همین یه روز نمیدونم اصلا به چه دلیلی این دختره بعد از مدرسه اومد خونه ما، انگار مامانش نتونسته بود بیاد دنبالش یا چی و این اومد خونه ما منتظر مامانش بود. بعد این اومد تو اتاق من تخت خواب داشتم. بعد تخت خواب منم نه که فکر کنید مثلا یه تخت خواب خفن و اینا، مثلا یه تخت اصلا معمولی رو به پایین، یه تخت خیلی خیلی معمولی. ولی خب به هر دلیل این بچه تخت خواب نداشت دیگه. بعد تخت منو که دید یهو برگشت گفتش که تخت خواب داری؟ بعد من اینو مطمئنم که من هیچ چیز بدی نگفتم، چون من اصلا تو این فازا نبودم هیچ وقت توی بچگیم که بخوام پوز بدم یا از این حالت ها داشته باشم. مثل اینکه فقط گفتم آره مثلا دارم.
بعدن که این دختر از خونه ما رفت، مامان من اومد با من یه برخوردی کرد. یعنی یه چیز اصلا یادم نیست دقیقاً که مامانم هم چی گفت، ولی اون حسه چون مونده نقل به مضمون میکنم. مامانم یه چیزی بهم گفت تو این مایه ها که وقتی فلانی به تو گفت تخت خواب داری، تو باید فلان چیزو میگفتی. یعنی نمیدونم گفت چی باید میگفتی، یعنی یه جوری با من برخورد کرد که تو باید یه چیزی میگفتی که اون دلش نسوزه. حالا اون چی بوده نمیدونم، و مطمئنم منم برخورد بدی نکرده بودم. مثلا شاید یا سکوت کردم یا گفتم آره تخت خواب دارم. همین. چند سالم بود که مثلا اول دبستان بودم، چه میدونستم که مثلا چی باید بگم. ولی مامان من به من اینو گفت، این پیام من منتقل کرد که وقتی یه آدمی اومده دیده تو یه چیزی داری که اون نداره، تو باید موضع خودتو میآوردی پایین که اون دلش نشکنه. حالا الان نمیخوام بگم از مامانم ناراحتم، چون میدونم مامانم همین ویدیوامو میبینه. اصلا من خوشحالم که به خاطر همین تربیت خانوادگی یه آدمی نشدم که حالا هی بخوام داشته همو تو چشم مردم کنم. ولی به نظرم شاید این تاثیر گذاشته. من الان فکر میکنم من اصلا وظیفه‌ای نداشتم به عنوان یه بچه 7 ساله که بخوام اونو دلداری بدم. خودم خیلی کوچیک بودم. اگر اون تخت خواب نداشت خب ناراحت کننده است، ولی تقصیر من نبود تو 7 سالگی. شاید همینا روی من انقدر تاثیر گذاشته. It's okay. No worries. No worries. آره پارک داره شلوغ میشه، آدما دارن میان دور و بر من، ولی خب آخرای ویدیو مشکلی نیست. الان یه آقایی با بچه‌ش اومده دارن از آخه اینجا خیلی خوشگله این دریاچه، لاک پشت هست، انواع اقسام پرنده ها هستن و با بچه‌ش اومده نزدیک من داره فیلم میگیره و مثل که دارن حالا پیام کلمه انگلیسی رو نگم چیز مکالمه تصویری دارن با یه کسی میکنن و نشون میدن اینجا رو بهش. آره اینجوری دیگه. به نظرم تربیت خانوادگی و اون چیزی که اون زمان جامعه‌ام تو مخ ماها میکرد، اینا همه تاثیر گذاشته. مثلا اون موقع که من بچه بودم یا تینیجر بودم که فضای مجازی نبود به این شکل که مردم بیان انقدر نشون بدن به هم دیگه که چی دارن و چی کار میکنن. ما اینجوری بزرگ شدیم که نشون نده، نگو، یه موقع کسی دلش نخواد. همینا دیگه. در هر صورت اگه یه موقع اون ویدیو منو دیدید و حسرت خوردید، عذر میخوام. اصلا منظور من همچین چیزی نبود. من الان خودم اصلا شرایط پرفکتی ندارم، خیلی مشکلات و چالشام زیاده، ولی خب خواستم صادقانه اینو بگم که خیلی ها هستن که بعد مهاجرت دلتنگ خونه نمیشن، چون اون خونه باهاشون بیرحم بوده، چون اون خونه روندتشون و حالا هم شرایطشون اینجوریه که شدن یه آدم بیخونه در آرزوی این که شاید یه روزی بالاخره بتونن چهاردیواری خودشونو بسازن. ما هنوز نساختیم، به امیدش داریم حرکت میکنیم، ولی همون که اون خونه رو گذاشتم پشت سرم و اومدم، راضی و خوشحالم از تصمیمم. همین. مرسی که تو این ویدیو همراه هم بودید. امیدوارم به زودی تو ویدیوهای بعدی ببینمتون. آقا 25 دقیقه است اینجا ویدیو گرفتم، یه دونه پاش همین جوری بالاست، جدی میگم تکون نمیخوره. خدایا با مزه.